درود به همه دوستداران فیلم. خوش اومدید به چشم سوم، جایی که بهترین فیلم ها رو با جزئیات خفن براتون بررسی میکنیم. امروز با هم میریم سراغ یکی از دیوونه کننده ترین فیلم های 2022 Everything Everywhere All at Once. این فیلم با نمره 8 در IMDb یکی از محبوب ترین آثار سال بوده و تونسته تو باکس آفیس جهانی جایگاه 35 رو به دست بیاره. داستان درباره دختر عادیه که زندگی روزمره‌اش داره خورد میشه، اما یهو متوجه میشه نسخه‌های مختلفی از خودش تو دنیاهای موازی وجود دارن. یکی رزمیکار حرفه‌ای، یکی ستاره سینما، یکی هم کسی که هیچ وقت فرصت دنبال کردن رویاهاش رو نداشته. حالا اون باید بین این دنیاهای عجیب سفر کنه و تصمیماتی بگیره که سرنوشت همه جهان بهش وابسته است. از اکشن دیوونه کننده گرفته تا لحظه‌های احساسی و فلسفی، Everything Everywhere All at Once یه تجربه کامل و بی‌نظیره. پس اگه دنبال فیلمی هستی که هم مغزتو منفجر کنه و هم قلبتو تکون بده، حتما اینو ببین. There is no way I am the Evelyn you are looking for. I just wanted to share with you. Remember our mission. This moment. Every rejection, every disappointment has led you here. پس اگر بررسی فیلم ها و کلیپ های جذاب خوشتون میاد، فراموش نکنید چشم سوم رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا هیچ بررسی خفنی رو از دست ندید. ممنون که همراه ما بودین و تا ویدیوی بعد بدرود.